انتقال پنس سرشونه به پهلو. برای این کار ما باید پنس سرشونه رو به پهلو منتقل کنیم. توی الگوی مولر طبق فرمول به ما بلندی سینه میده. خب بلندی سینه‌ای که به ما میده بهترین جای دوخت نوک ساسون در واقع، نوک سینه ما نیست. برای این کار ما باید یک 2 سانت تا 3 سانتی رو ببریم بالا. برای سینه های کوچیک 2 سانت، برای سینه های بزرگ 3 سانت. من اینو 2 سانت میبرم بالا. قد ساسون سرشونمو یا اون ساسون سینه‌مو چیکار میکنم؟ کوتاه میکنم. 2 سانت میبرم بالا. 2 برای سینه های کوچیک، 3 برای سینه های بزرگ. درست شد؟ خب حالا برای از پهلو 5 تا 7 سانت میام پایین. 5 تا 7 سانت. هرچی سینه بزرگتر عدد بیشتر. این 5 تا 7 رو به نوک سینه وصل میکنیم. به اونی که 2 سانت از نوک ساسون اومدیم بالا به اون وصل میکنیم. یکی از اینا رو قیچی میکنیم. فرقی نمیکنه. یکی از اینا رو قیچی میکنیم از پنس‌های سرشونه و به این منتقل میکنیم. خب حالا میایم پنس سرشونمون رو میذاریم روی هم دیگه. و اینجا زیر این کاغذ میچسبیم. خب همینطور که این پنس سرشونمون، پنس سینمون 2 سانت کوتاه شد، به خاطری که سینه فرد کوچیک بود 2 سانت کوتاه شد. این ساسون هم که میخوایم بعداً بدوزیم این هم باید 2 سانت کوتاه بشه. این هم حتما باید 2 سانت کوتاه بشه. وقتی شما این پنس رو میدوزیم بعضی وقتا چی میشه؟ یه پیچ و تابی توش میفته. علتش اینه که این 2 تا خط با هم برابر نیستن، یعنی این 2 تا. اگه این 2 تا با هم برابر باشن، مثلا اینجا شده 13 و نیم، این برم بشه 13 و نیم. وقتی طول پنساتون با هم برابر باشه موقع دوخت، ساسونتون موقعی که داریم میدوزیم پیچ و تاب نداره. پس این شده چی؟ 2 سانت ازش فاصله داره. یعنی اینجا نوک سینه منه و تمام پنس‌های من 2 سانت، پنس‌هایی که دارم میدوزم 2 سانت از نوک سینه فاصله داره.